تخم یا اکرچکه یا کلبسه یا حالتی روزدار بودیم و یکی به بیماری زنانه مبتلا شدیم. مقصد حالت ده یا در بین روز ما احتلامی میشیم که مردم ما میگن انا شیطان مقدر پرتاف که دهنش پر شد یا از او بیشتر پرتاف. در این دوامی از 3 تا 10 روزه شما روزه نگیرین که هم گناهگار میشین هم روزه هاتون حساب نمیخورد. و استفاده اوکال خواهر و برادر عزیز اجازه نده، یعنی حیض میگن در همون بیماری ما مبتلا نمیشیم. گوشت فروش میگد که مقصد من مسلمانم یا میگد همین گوشتی که هست البته حلال. السلام علیکم برادران و خواهران اسلامی. شخصانی میخواهند که 15 روز اخیر ماه شریف رمضان در شب قدر و در مکه مکرمه باشند، مرحمه از شرکت مهاجر تور پیشنهاد نموده است و با شرط و شرایط خیلی خوبی برای مزاجش پیشنهاد کرده است. خوبیش این است که در کدام شهر یا دولت نباشد، تنها تماس گیرید شما را از همان جای گرفته به حج روان میکنند و نگفته نماند این تنها برای مردم توجیه می باشد با نرخ ارزان. از همین روز به قیدگیری سر می شود تا روز 8 اپریل شتابید تا دیر نمانید. در نامرهای روی اکران بوده مراجعت کنید. الله مهربان حجتون را قبول گرداند. آمین. در همین ماه رمضان سوال دادن که خوردن تخم یا اکرچکه یا کلبسه یا رالتون خب آیا همین ها مقصد درست است یا نادرست است؟ البته درستند. هر چیزی که اگر حلال باشد یگان باکی ندارد. اینها را خوردنشان البته به البته جایز و درست است. بسیاری از برادرها مقصد درباره همین رالتون میگن یا درباره کلبسه ها میگن. اصلا برادرای عزیز آنچه که گویم برای ما اعتبار دارد همون ترکیبات همون هست. در ترکیباتشون در سستوشون اگر یگان چیزی از حرام از شبهه چیزی نباشد وای مقصد اجازت است که ما او را تناول کنیم. شما یک مثال مقصد همین بازار گوشت فروشی میرین، گوشت خری میرین، در همونجا مقصد مردم در پیشش گوشت های تیار دارن. ما چی میدانیم که همین گوشتی را که همین انسان میفروشد همین مقصد از کدام با کدام راه کشته شده است یا همین گوشتی مقصد حلال است حرام است ما نمیدانیم. ما همون وقت برای ما اعتبار است که همون گوشت فروش میگد که مقصد من مسلمانم یا میگد همین گوشتی که هست البته حلال است. سخن همون برای ما اعتبار است. از این لحاظ خوردن اینها هم اگر آن چیزی را که پیشتر گفتم از اینها اگر خالی باشد هیچ باکی ندارد. بعضی از خواهرها از ما سوال کردند که همین یک ماه مبارک امکان دارد که ما بعضی تبلیتکه ها هست که وای استعمال میکنیم در همین یک ماه مبارک همون بیماری زنانه ده یعنی حیض میگن در همون بیماری ما مبتلا نمیشیم و همین یک ماه مبارک مقصد با پرگی روزه میگیریم. بله خواهرای عزیز اینا صاحبای کتاب دانشمندها اجازت میتین به شرطی که اگر بر سلامتی شما زیان نیارد. اگر در سلامتی زیان نداشته باشد که شما اینا خودتان میدانین این حالت استفاده بردن از همون تبلیتکه ها برای منع همون یعنی گوییم که نشدن همون بیماری زنانه انشاءالله هیچ باکی ندارد. بعضی ها سوال کردن که اگه اینجا سوال ها زیاد بودن خواهرها برادرها سوال های تکراری هم هستن. از این لحاظ بعضی ها گفتن که اگر در این ماه مبارک ماها آبازی کنیم آبازی فرق ندارد خواه در داخل خانه باشد خواه در حمام ها باشد خواه در حوض ها باشد خواه در دریاها باشد همه جا برای آدمی روزدار البته مقصد اجازت است. فقط احتیاط کنین که از راه های مقصد دهان از راه های بینی مقصد یا از راه های گوش یعنی آب به حلق شما داخل نشود. و الا اگر این احتیاط شما کرده تانین هیچ باکی ندارد آبازی کردن شما. دیگر نفرهای سوال کردن که در ماه رمضان ماها مقصد بیماریم و اگر مقصد اوکال استفاده بریم اجازت هست یا نه. اصلا برادران عزیز و خواهرای مهربان هر کسی بیماری دارد که به سبب روزه گرفتن اگر بیماریش اوج بگیرد شریعت اسلام اجازت دادن که
این آدم حقی روزه را خوردن دارد. وقتی که خدای مهربان اگر بیماری را از او گرفت، تنش که صحت شد، بعد همین روزه هایی را که در حالت بیماری خورده بود همین ها را قضا میگیرد. زین لحاظ شما مقصد در جان خودتان جبر نکنین. بسیار از نوعهای بیماری هایی که چی بیماری های قندن، چی بیماری های مقصد میدن، چی بیماری های روده هستند که اینها مقصد گرفتن برای اینها بسیار مشکلات ایجاد میکند. زین لحاظ برای شما شریعت این حقوق و این اجازت داد است. فقط شماها مقصد این را رعایت کنید. ولی بعضی بیماری های هست که مقصد نه چندان در او مشکلات ایجاد میکنه، اینها اگر بگیرند اجازت است. و استفاده اوکال خواهر و برادر عزیز اجازت است. این اوکال خود در موشک باشد، خود در پوست باشد، خود در گوشت باشد، حتی در همین وین هم که باشد، فقط احتیاط از همون اوکال هایی که قوت دهنده اند. مثلا در ارگانیسم آدم وقتی قوت میبخشد، مثل همین گلوکوزواری، از همینش احتیاط کنین. دیگر هر اوکالی که شما مثال میگذرانین، خواه برای طبابت دنداناتان باشد، خواه برای مثال پس کردن تب باشد، یا برای مثال پایان بردن فشار خون باشد، هر اوکال هایی که باشد فقط قوت دهنده نباشند، هیچی باکی ندارد. اجازت است که شما از اینها مقصد استفاده برید. خب نفری گفتن که اگر من سهوا روزه رو میخورم، از یادش میبراید و خواه میخورد، خواه مینوشد، خواه حتی بازنش هم خوابگی میکند، بعدا میفهمد که وای روزه دار است. این حالت در روزه شما باقی است. شما دوام روزه هم روزه بدارید، یعنی روزه شما از این حالت شکستگی نیست، زیرا که اینها قصدا نشدن، همه اینها سهوا یا به فراموشی شدگی‌اند. یا در حالتی که برادرها سوال کردن که مقصد ما سحر خوراک میکنیم و بعد سحر خوراک خواب میکنیم، همین حالت یا در بین روز ما احتلامی میشیم که مردم ما میگن انا شیطان مقصد فندش کرد گفتگی، با این اصطلاح بیشتر مردم استفاده میکنن. وقتی خواستین این حالت هم که باشد، برادرها و خواهرای عزیز، روزه شما باقی هست، شما رفته غسل جنابت تو نکنین، این بر روزه شما یگان زیانی ندارد. در ماه رمضان سوال کردن که اگر حجامت کنیم، حجامت به همه علاقه معروف و مشهور است. خب و همچنان خونسپاری هست که امروز در مثال جمهوری ما هم یا در کجایی که شما قرار داشته باشین، برادرها مثال 300 گرم و 400 گرم خون میسپارند تا که اون خون با برای یگان برادرای دیگر یا خواهرای دیگر یک یارده می شود. حجامت و خونسپاری بر روزه شما زیان ندارد. در رمضان پیامبر نازنین منم حجامه میکردن، برای من یگان باکی ندارد. دیگر سوال کردن، گفتن که اگر ما در حالت روزدار بودیم، یکی به بیماری زنانه مبتلا شدیم، مقصد نصف روز روزدار بود، یکی از نصف روز او طرف مثال به همو بیماری زنانش مبتلا شد، آیا همین میتوند که روزه را دوام دهد؟ نه، اینها نمیتونند. وقتی در حالت حیض یا در حالت نفاس اگر کسی روزه هم که گیرد، روزش حساب نمیخورد. شما که صحت شدین، نمازها تا نزد الله مهربان بخشیده شده است. اگر 3 روز، کمترین بیماری زنانه 3 روز است، اکثرش 10 روز است. از 10 روز زیاد اگر یکی خون آمد، او را در شریعت استحاضه میگن. دیگر در او حالت او عذری هست یا بیماری هست که در داخل شما است، شما در او صورت روزه داشته میتونید. ولی در این دوامی از 3 تا 10 روزه شما روزه نگیرین که هم گناهگار میشین، هم روزه هاتون حساب نمیخورد. ولی بعد صحت شدن شما این روزه ها را در غیر ماه رمضان قضا میدارین، ولی نمازهاتون از گردنتون ساقط است. سوال دیگری که آمدن، گفتن در چشم دارو چکاندن، در چشم دارو چکاندن برادرها و خواهرای عزیز روزه را نمیشکند. ایرا مقصد هم مانندی سرمه گفتن. اگر هر کسی که در این ماه مبارک سرمه میکند، ولی سرمه اصلا سنت پیامبرمان است، پیامبرمان در چشماش سرمه میکردن و خواهرای ما برادرای ما وقتی که سرمه میکنند، یعنی اون سرمه را که زنها در چشماشون میمونند که از ظاهر از بیرون هم نمایان است،
این طریق برای مردها نیست. سرمه‌ای که مردها میکنن از داخلی مقصد اون پلکای چشم سرمه میکنن، اون برای همون حتی پلک چشم هم و این مقصد دوایی هم هست. از این لحاظ یعنی انا هر کسی که دارو میچکاند میگه مثل همون است. حتی اگر همون سرمایی که ما در درون چشم میمالیمش حتی دهنمون اگر رنگش به دهنمون هم که بیاید وای روزه ما را نمیشکنه. انا همین چشمم به مثال همین است. گوشم برادرای از نظر علم آناتومیا امروز اثبات شدگی است که اگر همین پرده گوش کفیدگی نباشد همون دارویی که در گوش میچکانند وای هم روزه را نمیشکنند. لیکن پرده اگر شکافته باشد شکاف شدگی باشد همونجا دارو به حلق رفتن امکان دارد. لیکن همین جا هم دیدن در کار اگر به شرطی که همون دارو مقداری باشد که دیگر به معده را نرود همونش هم برادرای عزیز روزه را نمیشکند. آیا گفتن بسیاری در همین رمضان مردم دلشوراب میشود، قی میگیم، یعنی وقتی دلش میشورد میگرداند. اگر همینجا از پیش خود گردانید یعنی آنقدر پرتاف که دهنش پر شد یا از او دا بیشتر پرتافت از مثال خودش مجبور نکرده باشد روزش نمیشکند. لیکن خودش مجبور کرده و خوردگیش اگر پس بگرداند اینجا روزش میشکند. مقصد در یک روز روزه میگیرد. قضا مقصد بعد رمضان در یک روزش الکی میشکند. خب اینجا سوال شده است که فرضیت روزه را یعنی کی بر مردم مسلمان همین روزه فرض گردید. فرضیت روزه از سال دوم هجرت بود. دوم سالی که پیامبرمون مدینه آمدن یعنی بعد 17 یا 18 ماه میگن انا این روزه بر جمیع مسلمان ها فرض شد. اولین روزه را که مسلمان ها گرفتن برادران عزیز و گرامی این با 26 ماه فوریه 624 میلادی که روز یکشنبه موافق میاد به همین راست آمدگی بود که انا پیامبرمون تا آخری عمرش 9 بار روزه گرفتن. یعنی همین بعد 9 بار روزه گرفتن حضرت دیگر عمرشون به 63 رسید و از دنیا گذشتن. همین 9 سال روزه داشتنش 5 سال همین 29 روزی گرفتگی است و 4 سال همین را 30 روزی گرفتگی است.